من خیلی تنقلات میخورم. غذام خیلی کمه ها، تنقلات میخورم و این باعث میشه من چاق بشم. شد چقدر؟ 44 روز. 22 روز اول تخریبه، 22 روز دوم آشفتگی در شما به وجود میاد که باید تحمل کنی. با خودت میگی که چی مثلا حالا من غذا کم خوردم، که چی زود بیدار شدم، که چی حالا شکرگزاری کردم. خب ولی اونو تحمل کن. میرسی به 22 روز سوم که خیلی مهمه. میگه مرحله یک پارچگیه. این 22 روز سوم، مرسی، 22 روز چقدرم رنگش قشنگه، 22 روز سوم که یک پارچگیه شما، یعنی میای یک غلاف بزرگی دور نورون‌های عصبی مغزت بافته میشه دیگه. اگه هر کسی هم اگه این 22 روز رو تحمل کنی، اگه هر کسی هم که بیاد این عادت ها از شما بخواد بگیره، دیگه شما عادت کردی. یه چند تا عادت بهت میگم که تو زندگیت بیار. آدم های فوق موفق، کارآفرینان، ستاره های بزرگ جهان، ممتازان بزرگ جهان و سلبریتی ها و ثروتمندای جهان این 4 تا عادت 5 تا عادت رو داشتن. یکی این که صبح زود بیدار می شدن. عادت صبح زود بیدار شدن رو باید در خودت نهادی نکنی. 66 روزم طول می کشه. در کنار اون شکرگزاریه. یاد بگیر 66 روز شکرگزاری کنیم. در کنار این شکرگزاری یاد بگیر که دقایقی مدیتیشن کنی. همون اول صبح. دقایقی به این روز دقایقی اول صبح 20 دقیقه تو بذار برای مدیتیشن کردن، 20 دقیقه بذار برای شکرگزاری، 20 دقیقه بذار برای اینکه بتونی یه مطلبی رو یاد بگیری. همون دقایق اول صبح. بله. و یکی پس صبح زود بیدار شدن، یکی شکرگزاری، یکی مراقبه و یکی مطالعه کردن. سعی کن در طول روز صبح که بیدار میشی این کار رو تا 30-40 روز ادامه بده. هر روز زندگی نامه یک فرد موفق رو بخون. بذار ببینی که اونها از چه پایه‌ای به چه درجاتی رسیدن و اون موقع است که تو یکم آرومتر میشی. میگی پس این مرحله زندگی منم جزوی از همون رسیدن به درجات بالام هست. مهمترین این عادتش که مهمترین عادت صبح زود بیدار شدنه. چرا؟ چون انرژی، تسلط و تمرکز شما اون موقع خیلی بالاست و ما بهش، یعنی این اصطلاحو بهش میگن که وقتی که ما سوار هواپیما هستیم، این مهماندارا به ما میگن اگر زمان اضطراری برای شما به وجود اومد، شما این ماسک اکسیژنو مادر عزیز کنار دستی اول دهن خودت بزن، بعد بزن دهن فرزندت. یعنی اول باید خودت اکسیژن رو به خودت بدی، بعد بتونی به دیگری کمک کنی. زود بیدار شدن اینه، یعنی دقایقی رو قبل از اینکه بخوای برای دیگری قدم برداری برای خودت قدم برمی‌داری. یعنی اینقدر تایم مهمه. تیکی کلام نفس خانم. دقایقی. بله. حالا نفس شما اینو داری؟ من میگم ما برای که بتونیم عادتمون رو یه عادت بد رو بذاریم کنار، باید دقایقی، ولی نمیخوام بگم دقایقی، نفس اینا رو بگیر، چون من این نخیه خودم رو ببین هنوز انقدر مونده که اینجا بچینم. از بین بره اول باید شناسایی کنیم. مثلا میگیم من خیلی تنقلات میخورم، غذام خیلی کمه ها، تنقلات میخورم و این باعث میشه من چاق بشم. چه رنگ سبز خوشگلیه. پس اول شناسایی کن. مثلا شناسایی کردی که من تنقلات زیاد میخورم، اینجاش این پایینه. بعد شناسایی دومی مرحله تعیین اهداف کوچیک. یعنی چی؟ یعنی بگو من فقط به خودم قول میدم امروز رو تنقلات نخورم. میگه یه درسی بود تو کتاب سایبرنتی، توی کلاس سایبرنتیک درس میدادم، میگفتش که انجمن مبارزه با الکلیسم های جهان تصمیم گرفت که به کسایی که الکل مصرف میکردن نگه برای همیشه الکل رو بذار کنار، بگه من فقط امروز الکل نمیخورم، فقط امروز رو نخواهم مصرف کرد.
حالا اینکه هدف کوچیک میگی تعیین کن، چه رنگ خوشگلیه. اینکه فقط بگو من امروز رو تنقلات نمیخورم. سومین مرحله شناسایی محرکه. مثلا میگی من زمانهایی که دارم تلویزیون نگاه میکنم تنقلات میخورم. پس تشخیص دادی چه زمانهایی داری تنقلات کنی. شناسایی محرک یعنی یا مثلا میبینی که من زمانهایی که مثلا با تو مهمونی هستم اینجوری زیاده روی میکنم، پس اینقدر به خودمون سرزنش نکنیم. خب چهارمین مورد برای ترک عادت اینه که یه چیزی جایگزینش کنی. عادت کردی تلویزیون نگاه میکنی یه چیزی بخوری، نوش جونت. این دفعه یه ذره، حالا من تخمه مثلا دوست دارم بخورم، میوه خوش بذار جلوت، یا میوه بذار بخور، یا آجیل بخور، به جای که اون تنقلاتی که حالا فکر میکنی مثلا چه میدونم میگن چیپس بده و فلان بیساره، که حالا من خیلی زیاد اعتقاد این ندارم، ولی خب بعضی وقتا حواسمون نیست. حتی اون چیپس خوردن، من نمیگم نوع چیپس بده، که تو زیاد بخوری بده. پنجمین مورد اینه که پیشرفت کارتو تعیین میکنه. یعنی میای میبینی بذار ببینم من تو این هفته تنقلات نخوردم، آفرین به خودم. بچه ها ما همه این کارا رو داریم میکنیم که بتونیم یه جایی به خودمون عشق بورزیم، بتونیم خودمون رو تشویق کنیم. مثلا من تموم شد، من اینجا رو نشون بده مهتاب جان، نگاه کن چقدر خوشگل شد. میتونی بیاری ذره جلوتر ویدیو تو؟ نه دیگه بعد از اونجا در بیاری اینجا. ببین قشنگ من اینا رو همه رو چیندم، اینا همه چینده شد. نفیسه خانومم اینور قشنگ دیدی اینا رو؟ نفیسه یکم فقط اینا مونده، این چند تا از اینا مونده که اینا رو هم نفیسه خانم تا کنه. دیگه ما بقیه اینا رو هستیم. بهترین اوقات رو در حال استفاده کردن باشین. روزتون بخیر. ویدیو رو ببینید، خوب بدونید عادت از کجا اومده، به کجا ختم میشه. الله شکر.